عزیز سلام علیکم. امروز 10 آگوست سال 2024 قرار داریم در شوروبو در موضع چینجا شمس‌الدین شاهین دهه جماعت ده دوغستان و در باغی شاگردی من معروف حوجه شکرف. اگه فامیلیش بگم دیگر کدی هستم هم که شکرف میشناسم شکرف. انا دوستان همین مردک پالکونیک میلیسا است شاگردی من است. لیکن من همین شوروباد اومدم یک زنگ زدم که من وطن رفتم گفت که من در وطنش البته تاجیکستان است شوروباد وطنی خوردش است درست؟ و من اومدم دیدم در اینجا 2 هکتار باغ آباد کرده است. همینجا زمین خالی بود یا باغ دی؟ زمین باغ بود 2 هکتار باغ بود. باغ ما کندم درخت شنودم قریب 2 سال میشه که این درخت اینو уже چسبیدم مهنت کردم. چی با باغتون کنده؟ درخت پیر شدگی بود. پیر شده بود. سیب بود. سیب بودن. سیبای سال 80 تا 85 سال چیکار کردن. درخت پیر شدگی بودن. و می خاطر مو درخت را کندیم مثلا درخت نشونیم. انا بینید که 2 سال پیش درخت شنوندگی هر یک 2 متر در یک درخت شنوندگی این درخت اینتنسیوی شنوندیان همین 2 سال آب داده دیگه مراتبه. پود پس اینو میدوده این سال سبب بارونگری زیاد شد علف بسیار بود یک برو دادیم جفت کردیم خدا خود بود داشت یا اوتیره سر از دوشنبه اومدید باغ رو اکم نگاه میکند باغ برادرم اکم چی نام دارید اکای بابا خان ها فرقت هست کم ترکو که شما در شهر زندگی نمیکنید این خیلی این اکم در قشلاق زندگی نمیکند انا سپورتیونی بچه اکای بابا خان هر یک 2 متر در یک تشنونده نه این سبو اکن اینا استالبا میزنه اوینده کی اوسیل بیان بعد میزنه وابسته با اوسیل یعنی سیم میزنه چوب میزنه میکشید اوسیل دا کی دور اومد در کور شد میزنه اکو یک سوال عجیب معروف خوجا نه جان خودت تو کو میلیسا بله میلیسا در دوشنبه زندگی میکنی بله این در شوروباد اومده یک باغ کلون پول صرف کرده دوشنبه پول آورده چی مقصد داری جوره من در گبزن هرچند که ما زاده تاجیکستانیم تاجیکستان وطن ما زاده نوع شوروبادیم هر یک فرد مسلمان که درخت میشیم هم از جهت اسلام هم از جهت آباد کردن سبزوندن یک درخت ثواب بغیر اینا میوهش استفاده میکنن علفش استفاده میکنن شوق پنجه که قیچی میکنن ازمش استفاده میکنن همش برای زندگی برای همین بهبودی آدمی هر یک فرد مسلمان اینا که شما البته نمیگیرید شهر دوشنبه برای نه نمیبرم اینا خدا خود من از برای خدا شنوندم برای برادرو آباد کنن اگه بابا خون انا خیلی ما هم 2 در دارم ایلو که هم خیلی 2 در داشته باشد و هم خیلی با خو آباد کرده با اکاوشون تیادو هم خیلی آبادی کند معروف خوجا جان رحمت تو جوره جان برای آبادی کردنت که حوز در پیسه برآمدی نفقه برآمدی و از MVD از وزارت کارهای داخلی من هم خیلی یک کنجی وطن رو آباد کردی من هم دوران عزیز این شوروباد که وطن سیب است البته من همین سیب ها رو معروف شاگردی ما آباد کرده است بگذار نمی رسپوبلیک زنگ زند به شما معروف خوجا نگفته نماند که این معروف این یک از شاگردای دست راست من بود در وزارت کارهای داخله و شب است نیم شب است و همین تمامی باور کنید کار در دست همین بود من همه باوریم در دست همین معروف بود و حوزی هم باشد من خطا نکردم که شاگردی نغز تربیه کردم معروف خوجا جان رحمت به تو انا برای اینقدر مهنت هایت من همین خورسند هستم که تصادفاً زنگ زدم که تو همجا بدی اومده گفتی که منم باغ کردم من باغی تو اومده نوار گرفته من هم دیارون عزیز با طرز قطرگی آب میتید معروف باغش رو و همین سیبا رو شنونده است 2 سالش دارن سیب ها و همین خیلی شما هم میتونید با طرز قطرگی باغ ها آباد کنید حرکت کنید چقدر مملکت ما آباد شود همونقدر ارزانی می شود همونقدر زندگی خلق ما آسان می شود در بازار ارزانی می شود مهاجرت مهنتی کم می شود خلق شکمش سر می شود من همین بود نوار در باره باغ شکرف معروف معروف
оянда бо ягон кор кардани ҳастед дар ноҳия дар ҳамин заминҳои худатон дар ҳамин ватани майдатон که همین زمینی همسایه زمینی ما صاحبش میخواد که گفتم میخوام که همین زمین خرم боғро باغ خرم زمین درختاش کنم با همین که درخت اینتنسیوی نوک سوای نوبرامت چنانم مردم این باغ استفاده برند овозат пас омад лекин ман такрор мекунам ки маъруфхоҷа ояндада орзу доштааст ки ҳамин хел бо боғҳо обод кунаду ана гелос шинонаду нок шинонаду бо ҳамхел себҳои интенсивии беҳтаринро шинонад маъруфхоҷа ба шумо барори кор ҷураҷон якҷаҳон ташаккур барои гапу суханҳои додагитон бигзор ҷавонҳо аз мону шумо ибрат гиранд дар паноҳи худо бошед با آمدن شما раҳмат раҳмат